تصمیم به شروع مدیتیشن یک قدم مهم است. اولین گام اعتقاد به اهمیت و ارزش مدیتیشن و تمرین آن است. برای شروع آگاهی و انگیزه داشته باشید که مدیتیشن می تواند به شما آرامش، تمرکز و صلح درونی بیشتری بخشیده و به بهبود کیفیت زندگی کمک کند. انتخاب یک زمان مناسب برای مدیتیشن مهم است. این زمان می تواند صبح زود پس از بیدار شدن، ظهر در ساعت استراحت یا شب قبل از خواب باشد. انتخاب زمانی که شما بهترین تمرکز را دارید و امکان تداخل با کارهای دیگر کمتر باشد توصیه می شود. محیط آرام و بی صدا را برای مدیتیشن انتخاب کنید. این می تواند یک اتاق خلوت، یک پارک طبیعی یا هر مکانی باشد که برای شما آرامش خلق کند. قرار گرفتن در یک محیط آرام به شما کمک می کند تا بهتر تمرکز کنید و درون خود غرق شوید. بنشینید یا دراز بکشید در حالی که مدیتیشن می کنید. می توانید در حالت نشسته روی یک صندلی راحت و یا دراز بر روی یک مبل یا رخت خواب قرار بگیرید. مهمترین نکته این است که در جایی که انتخاب می کنید راحتی بیشترین اهمیت را داشته باشد. به موسیقی یا صداهای طبیعی گوش دهید. برخی افراد ممکن است با گوش دادن به موسیقی آرامش و تمرکز بیشتری در مدیتیشن داشته باشند. انتخاب موسیقی آرام و آرامش بخش یا گوش دادن به صداهای طبیعی می تواند به شما کمک کند تا بهتر به درون غرق شوید و تمرکزتان را تقویت کنید. توجه کنید که ذهن شما ممکن است پرت باشد. این طبیعی است و در مدیتیشن به مرور زمان بهتر خواهد شد. هر زمان که ذهنتان به چیزهای دیگر پرت می شود، به آرامی بازگردید و تمرکزتان را به درون ببرید. استفاده از روش‌های راهبردی مدیتیشن می تواند کمک کننده باشد. مثلا می توانید با تمرکز بر روی عبارات مثبت یا تصویرسازی آرامش بخش تمرین کنید. روش‌های مدیتیشن مختلفی وجود دارد. بنابراین ممکن است برای شما مفیدترین روش را با آزمایش پیدا کنید. برای شروع می توانید با مدت زمان کوتاهی مثل 5 یا 10 دقیقه شروع کنید و سپس این مدت زمان را به تدریج افزایش دهید. مهمترین نکته این است که مداومت داشته باشید و هر روز تمرین کنید. به خودتان اجازه دهید بازخورد خود را تجربه کنید. هدف اصلی مدیتیشن آگاهی و آرامش درونی است. به خودتان اجازه دهید این تجربه را رشد دهید و در طول مسیر احساسات و تجربیات خود را بپذیرید. با این روش‌های ساده شما می توانید با مدیتیشن آشنا شوید و تجربه خود را آغاز کنید. به یاد داشته باشید که مدیتیشن یک فرایند است و هرچه بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری خواهید داشت.